برای درست کردن مربای گل به خوشرنگی و خوشمزگی که اصلا سفت و تلخ و لاستیکی نیست با من همراه باشید. مهمترین نکته در این مربا انتخاب گل هست. گل‌های مناطق آذربایجان و کردستان اصلا تلخ نیستن و مناسب مربا هستن. برای شروع کار قسمت سفیدی گلبرگ‌ها رو تا جایی که میتونید جدا کنید. بعد گلبرگ‌ها رو بشورید، لای پارچه بریزید تا آبش کشیده بشه. حالا داخل مایتابه یه 5 دقیقه تفت بدید تا رنگ گل برگرده. بهش آب جوش اضافه کرده در مایتابه رو میذاریم تا عطر گل خارج بشه. در این فاصله شهد رو آماده میکنیم. برای شهد شکر آب رو مخلوط کرده و روی اجاق میذاریم. اصلا هم نمیزنیم تا زمانی که شروع به جوشیدن کنه. بعد جوشیدن اطراف قابلمه رو با آب لیمو آغشته میکنیم تا شکرک نزنه. حالا گل رو با همون آبش اضافه میکنیم. 5 دقیقه‌ای که جوشید بهش جوهر لیمو حتما اضافه میکنیم که باعث خوش‌رنگ شدن و شکرک نزدن مربا میشه. حالا دمکنی گذاشته و داخل آب یخ میذاریم. مربای ما آماده است. نوش جونتون.